دو ماسک راحت که پوستتو از درون تغذیه میکنه، فقط با موادی که توی خونه داری. ماسک اول با آرد، گلاب و آب لیموه. ساده ولی فوق‌العاده. آرد لایه برداری میکنه، گلاب آرامش میده و آب لیمو هم پوستتو روشن میکنه. به کمی آرد نیاز داریم، کمی گلاب و مقداری هم آب لیموی تازه. مواد رو به خوبی با هم ترکیب کنید. اگر از این ویدیو خوشت اومد حتما سابسکرایب کن تا ویدیوهای بعدی رو هم از دست ندید. این ماسک با آرد و آب لیمو پوست و ملایم لایه برداری میکنه و گلاب التهاب و قرمزی رو کاهش میده و در نهایت پوست رو نرم و روشن میکنه. اگه این ویدیو برات مفید بود حتما لایک کن و نظرتو توی کامنت ها برام بنویس. همینطور که گفتم این ماسک پوست رو تغذیه و روشن میکنه و به نرمی و لطافت پوست کمک میکنه. خب حالا بریم سراغ ماسک بعدی که در عرض 1-2 دقیقه آماده میشه. من هر دفعه ماسک رو به مقدار کم و فقط برای 1 بار استفاده درست میکنم. کمی شیر نیاز داریم و کمی پودر زنجبیل. مواد رو به خوبی با هم ترکیب کنید. این ماسک یه لایه بردار طبیعی و ملایمه. همینطور پوست و ملایم لایه برداری میکنه، جریان خون رو بهبود میده و باعث نرمی و شادابی پوست میشه. ماسک رو با پنبه روی پوستتون بزنید و بذارین 15 دقیقه بمونه. قبل استفاده کامل بهتره یه مقدار کم از ماسک رو روی یه قسمتی از پوستتون امتحان کنید تا مطمئن بشید که حساسیت ندارید. زنجبیل میتونه به کاهش آکنه و التهاب پوست کمک کنه. ممنون که تا پایان ویدیو همراه من بودین.